سلام دوستان، خوش آمدید به کانال کدنویس. اگر اولین بار است که در کانال ما وارد میشوید لطفاً подписаться کنید و زنگوله را زیر کنید تا اینکه از درس های نو با خبر گردید. امروز ما با شما میخواهیم که درس جاوا اسکریپت را چیکار کنیم شروع نماییم. در اول درس ما میخواهیم یک چند سوال ها را با شما چیکار کنیم جواب دهیم. سوال ها: جاوا اسکریپت چیست؟ جاوا اسکریپت چی کار کرده میتواند و کد جاوا اسکریپت چه خیلی کار کرده میشود. اولین سوال: جاوا اسکریپت چیست؟ میگذریم. جاوا اسکریپت یک زبانی مشهور در زمان ما می باشد که اگر شما جاوا اسکریپت را دانید شما می توانید فول استک دیولپر شوید، یا اینکه فرانت اند دیولپر، یا اینکه چی بک اند دیولپر شوید. و سوال دوم اینکه جاوا اسکریپت چیکار کرده می تواند. با واسطه جاوا اسکریپت شما می توانید وب یا اینکه موبایل پریلاژن ها سازید، یا اینکه شما میتونید ریل تایم نتورکینگ پریلاژن ها با مانند چت، دیگر دیسکورد، دیگر چیزها شما میتوانید سازید، یا اینکه چه کاماند لاین تول، اینسترومنت ها برای کاماند لاین، یا اینکه چه بازی شما میتوانید با واسطه جاوا اسکریپت سازید. و میگذاریم بر سوال دیگر: کد جاوا اسکریپت چه خیلی کار کرده می شود. جاوا اسکریپت اولین ساخته شده به طوری که فقط چه در براوزر کار کرده می شود که هر یک براوزر بخشی دارد. جاوا اسکریپت انجین گفته نامیده می شود. از فایرفاکس جاوا اسکریپت انجینش چی است؟ اسپایدر مانکی. و از خروم باشد به 8. در سال 2009 یک برنامه نویسی که با C++ کار می نویست و گرفته جاوا اسکریپت انجین خروم رو در یک درون برنامه C++ داخل کرد و نام او را چیکار کرد؟ نود گذاشت که شما می توانید بعد از این با واسطه نود چیکار کنید؟ کد خودتان را، جاوا اسکریپتتان را در نود ران کنید و شما جواب خودتان را میگیرید. دیگر با این فهمیده می شود که شما می توانید بکند چیزها را چیکار کنید؟ برنامه ها را سازید و دیگر امکانیتی هم در براوزر هم در نود ران کردن جاوا اسکریپت انجین چی شد؟ کد جاوا اسکریپت امکانیتش پیدا شد. با همین درس امروزی را به پایان میرسونیم. امیدواریم که با شما معقول شد. تا درس دیگر، خدا نگهدار.